یه نفر پرسیدن که در روسیه قرار داریم گوشت قربانی رو به غیر مسلمان میتونیم داده؟ بله، تحفه کردن، هدیه دادن ممکن است. فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. الله تعالی میگه که از گوشت قربانی خودتان خوریتان و اطعموا البائس الفقیر، به شخصی فقیر محتاج دهیتان. و اینچنین قانع و المعترم گفته است در یک جای دیگری آیت. آدمی قانع هم تیتان و معترم تیتان، یعنی آدمی که حاجت دارد به وی هم دهید، آدمی که حاجت ندارد به وی هم دهید. آدم حاجت ندارد، پول دار است لیکن دادن گرید، این هدیه است. به آدمای پولدار هدیه میشد، به آدمای بی پول صدقه میشد، حتی به غیر مسلمان ها هم دادن ممکن است. بله. این مثل صدقه فطر نیست که فقط به جای شریعت معین کردگی تید، چون که هدیه هم دارد. هدیه برای همه جایز است. بله.